خودشون آموختن، تجربه گرفتن. همه عمکما همه امارات سال 1271 پوشیده بعد ما دادن، هدیه کردن عمکما استاد سفر. بعد همین ما خلق اون در ما مایده بودیم، بعد خلق خود ما شناختم. بعد روز که با من همین گلکاره همین نقشی نقد میدیدم، مردم ما باور کنید حال اگر باور کنید همش همین قریب نقاشی میتاد، کندکاری میتاد، گشکاره میتاد، گلکاره میتاد. همین خانه پوشیدن بسیار مردم استای نقد داریم ما، بسیار استای نقد همش آدمی دیار هستن. از گذشتگان ما آموختیم. کندکاری در چوب هم نازوکی‌های خود را دارد و برای از خود نمودن این هنر اجدادی پیش از همه ذوق بلند لازم است و زیبایی پرست باید بود. این کسب با مردم دهه کزدان از نسل به نسل میراث مانده و امروز هم ادامه داده می شود. مردم دهه کزدان از ازل همچون هنرمند شناخته شدند و در برابر کندکاری ماهر بودن از عهده گچکاری و آهنگری هم به خوبی میبرایند. نمونه روشن این هنر اجدادی در خاندان هر یک ساکن دیده می شود. گچکاری به سید اکبر باقیف از بابا و پدر میراث مانده است و فرزندانش هم به این کسب ذوق دارند. بودن بعدم گچکار اصلا خودشون استراتژی جنگ بعد جنگ اومدن این کسب انتخاب کرده. گچکار بودن. من از پدرم هم چیزا آموختم. چند سال شد کار؟ من اصلا چهارم من خودم آزاد در همین سال کار کردم مدرسه. اصلا چهارم از 74 سال. من یکم کاری کردم. من همین خونه خودم گچکاری. من همین 74 سال ماهی مارت اپریل من همین کارو مقام کردیم. ما همه کسی پدر انتخاب کردم. ما همه بابای اومدن بودن خیلی صاحب سخن میگوید گرد نامی پدر چی میگردی پدر خیلی شب اگر مردی. من همین شعار کردم همین چیزا تو با امروز همه کسی پدر خود رو خور نکرده. من همین کار کردم اومده استادم. ما باید این چیزا ریوش نیم رونق تیم. اینا ما باید با درجه های اعلاش بریم. که پگاه یک کس بیاد در یک سیاه میبیاد یک میمون میبیاد وقتی وارد دیه های ما شد از طرز همین چوبکاری ما و یک بهره برند که این چیگم عنعنه های قدیمه خود رو نگاه داشته با درجه اعلا با پیش برده استاد. ساکنان دهه کزدان همه امکانات اقلیمی و طبیعی را به نفع زندگی استفاده میبرند و گردش سنگ آسیاب، رزق و روزی مرد آسیابان و فیض و برکت دسترخوان همدیاران است. این آسیاب که بارها تامین و از نوسازی شده است به یادداشت پیران ده تاریخ بیش از 250 ساله دارد و سرنوشت و زندگانی و رفاه روزگار خاندان و دودمان ما
با آن ارتباط ناگسستنی دارد، میگوید سید مقصود سید عالم. که به چشمتون میبینیم عیان است، حاجت به بیان نیست. از دور مولا باقی بابام تا به امروز با ما میراث مونده است. اکنون چقدر که گویم رنگ بین حال بود، من دیده استفاده که همین اسطوره کهنه ممکن 150-200 سال شده باشد، پوشیده نشه. من این کسب رو از پدرم آموختم. بابا کلانم مرباقی و پدرم حاج سید عالم یاد دادن. من از پدر خود این کسب رو همچون میراث اجدادان قبول کردم. تا به امروز من این اسطوره رو کار کرده استادیم. من چون که میبینید سال 1906 سنگ‌های اولش تمام شده، من سنگ نو رو از سرخی با قوه خلق بریده با این اسطوره فرآوردم برای آرد کردم. 28 سال پیش ما این سنگ‌های نو اسطوره رو بریده فرآورده در این اسطوره جور کرده روی آرد کرده به خدمت مردم استفاده برده استفاده می‌کنیم. همین سنگ‌ها چند سال خدمت می‌کنن؟ سنگ‌ها که استادکارانه کار فرماییم کمش 50 سال خدمت خلق را کنند. روز کاری در به اتفاق کار فرماییم در یک شبانه روز یک تن گندم مردم رو آرد کرده به مردم پیشنهاد میکنیم. چیز دیگری که دقت ما را جلب کرد درخت کهنسال است که مردم بومی آن را صدا میگویند و کسی یاد ندارد که آن کی و از طرف کی شنیده شده است. این یادگاری تاریخی و طبیعی بازگوی تاریخ کهن داشتن دهه کزدان است و تگ صدا از قدیم الایام ایدگاه و مکان جمع آمدهای مردم دهه بوده است. در شفت آن مسجد قامت افروخته است که با شهادت کهنسالان در جای و طرح امروزه تخمین سالهای 1700-1720 ساخته شده، بارها نوسازی گردیده وسیع کرده شده است. قبل از آن هم در اینجا نمازگاه موجود بوده است و به روایت مردم قدمجوی بوده است و آن را به چلتنهای پاک منسوب می دانند. خلاصه شرشره دره کزدان بهانه می شود و سیاحان با دهها عنعنات دیگر شناس می شوند و این عامل باعث درآمد پولی و بهتر شدن سطح زندگی اهالی می شود. امیدواریم دره کزدان ناحیه عینی از جانب مسئولان ساختارهای وابسته آموخته می شود و در این مسیر خطسیر سیاحی تشکیل شده امکانیت‌های موجوده به طور گسترده معرفی می گردند. در زمینه رفاقت و دوستی و همبستگی قوی میان ساکنان دهه کزدان شرایط خوبی زندگی فراهم می باشد. آبادکاری و سازندگی را مردم در این دهه دوردست مملکت بهر مهیا بودن امکانیت ضروری برای زندگی انجام می دهند. مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی مؤسسه تعلیمی عبارت از صنفخانه‌های برهوای و مجهز با همه اشیای خوانش و عیانیت‌ها، لابراتوری‌های فنی، صنفخانه‌های کامپیوتری، کتابخانه معاصر و تالار ورزش باعث می‌گردد که نسل جوان و نورس از امکانات معاصر دانش اندازی استفاده نمایند. در این بارگاه علم و دانش نوبنیاد که با تشبث شخصان سخاوت پیشه و خیرخواه زاده همین دیار ساخته شده است، همه امکانیت‌ها و شرایط معاصر تعلیم فراهم آورده شده است. ساکنان دهه از اقدامات پیش گرفته بهر ساخته و استفاده دادن این انشاءات محتشم که از سیاست سازنده و دورندیشانه حکومت مملکت سرچشمه میگیرد سپاسگزارند و استفاده ثمرناک و مقصدناک امکانات موجوده را مهم میشمارند. ساختمان چنین مؤسسه حاضر زمان که به طلبات امروزه حتی جهانی جوابگو است. در همه یک دهه دوردست ساختمان هم به وجود آمده است با دستور و سفارش البته پیشوای ملت که یک از سیاست‌های پیشگرفته پیشوای ملت این رشد معارف می باشد. همین به حساب گرفته به نظر گرفته همین مسائل تعلیمی بنیاد یافت. رشد معارف
این رشد مملکت است، رشد دولت است. به معارف، به رشد معارف دولت با پیشرفته نمیتواند، زیرا معارف میتواند کادرهای بلند اختصاصی که برای جامعه ضرور هستند از پرتای مکتبی میبرند. این وظیفه مؤسسه دولتی است، وظیفه مکتب است، وظیفه آموزگار است، وظیفه جامعه است، وظیفه آموزگاران و والدین است. البته این سیاست پیشگرفته بسیار ملت برای ما یک حسی بلندی وطن دوستی، ملت دوستی هممون رو بلند میبردارد. ما ساکنان همین دیها افتخار از اون میکنیم که حتی آرزو کرده نمیتوانستیم که چون مؤسسه در همین دیهای دوردست تاجیکستان بنیاد یافته است. البته اینجا همش از چی شهادت میدهد که تاجیکستان عزیز ما روز به روز پیشرفته شده است. مردم 100% سیاست پیشگرفته پیشوای ملت دستگیری مینمایند. ما از پیشوای ملت بسیار سپاسگزار هستیم که همین در همین دیهات ما در دهه دوردست ما برای 320 نفر خواننده همه که یک مؤسسه تعلیمی که حاضر زمان ساخته به استفاده داده شد. انشاءات با طرح زیبا و زمانوی قامت افراخته، اطرافش با گل و درختان آرا داده شده است که به حسن دهه کزدان زیبایی دیگر زم میکند. با نشان دستگیری و پشتیبانی از سیاست سازنده دولت و حکومت مملکت، شخصاً پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، ساکنان مهنت‌قرین این دهه زیبا منظر در حاشیه بنیاد مکتب نو زادگاه خود را که یک گوشه بهشت‌آسای تاجیکستان عزیز است خیلی آباد و زیبا کردند. با مناسبت 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان از فرصت‌های مناسب استفاده برده تمام قشلاق آبادانش دیده شده، نقد رفته شده است. ما از سخاوتمندان هستن یاردم کرده شدن، آبادانی شده است. من فرشکنی راه کوجا رو چراغان کرده شدیم. ما کارهای آبادانی را در همین دیار دست جمعانه هر روز آباد کرده شدیم. تعمیر و نوسازی راه و کوچه های ده، کپروک، بتانی کردن جویبار و آبروها، چراغان کنی محل از کارهای دست جمعانه است که با سهمگذاری و اشتراک همه زادگان دهه انجام داده شدند. اثنای به هر کدام کوچه از دهه کزدان وارد شدن جمع آدمان را می دیدیم که مشغول کارهای آبادانی بودند. در این دهه آبادکاری را مردم از خانه و در خیش آغاز نموده محل زیستشان را به یکی از دهه‌های آباد و زیبا و نمونوی تبدیل دادند که شایسته تحسین و باعث دستگیری است. جالب دقت سنگ دیوار کوچه اساسی دیه می باشد که از مهارت بلند استاها درک می دهد. سنگ دیوار بسا زیبا و دقت جلب کننده می باشد. این همه آبادی ها، همه این پیشرفتی ها، همین ترقی ها به شرافت جناب عالی، به شرافت پیشوای ملت، به شرافت ابرمرد دنیای سیاست که این حکومت ما تین شد. شیر خدا امروز تاجیکستان ما را دنیا میشناسد، جهان میشناسد. اتحاد، یکدلی، یک مرامی و مهنت دوستی آدمان اساس زندگی شایسته و روزگار آبادشان است. محض همین عامل‌ها باعث گشته است که در یکی از دوردست‌ترین دهه‌ها ساکنان در فضای صلح و دوستی با استفاده از امکانات فراهم آورده دولت و حکومت و دستگیری و مساعدت مقامات محلی سعادتمند و بختیارند. شکر آب و خاک وطن میکنند. تنجی و آرامی تاجیکستان عزیز برایشان مقدسترین مقدسات و ارزشمندترین نعمت است و برای حفظ و تحکیم آنها صافدلانه مهنت میکنند. بنابراین شرفمند و سربلند به سوی آینده از امروزه بهتر قدم‌های استوار می‌گذارند.